سلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک سوال دارم. من یک دختری را با ساتر با حیا کردم و میخواهم که او را با نکاح خود درآورم. آدمان میگویند که به جای پیر حساب میخورد. شما یک روشنی اندازید. مخلص اشدی شما از کاریز. در حق ما یک دعای خیر کنید. خدای مهربان شما را باز غیرت اسلامی تان زیاده کند که این گونه دخترهایی که از ما و شما هستند و با دلالت شما آنها صاحب ساتر شوند، صاحب حیا شوند. خوش به حال همه آن برادران و مادران و پدرانی که برای دخترهاشون با حیا کردن سعی و کوشش دارند. این پیر شما حساب نمیخوره. простатит чиай, геморрой чиай, миома чиай, молочница و киста чиай. این بیماری است که برادرها و خواهرای ما را اذیت می‌دهد. من همچنین یک برادر شما راه حل این بیماری ها رو یافتم. این چیزی که در دست من می‌بینید فیتوسویچایی که پوره از گیاهای طبیعی تیار شده است و همچنین در ترکیبش قیصر هندی و چورنیتیمین یعنی روغن سیاه دانه دارد. برادرها و خواهرانی که می‌خواهند فیتوسویچ‌های گیاهی خود را دسترس کنند در واتساپ ما نویسید. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. اگر گویم پیر شما هم که حساب خوره و بیگانه باشد نکاح وی درست است با که ندارد. اگر برای شما شوهرهای مثال شوهرهای هستند که خودشان بی سوادن و زنهاشان عالمه هستند، یعنی زنهاشان قرآن خوان هستند، زنهاشان مسئله خوانند، زنهاشان حدیث میخوانند، اگر همون شوهرهاشون هم که تعلیم دهند و یا ثواب میگیرند، این معنای را ندارد که در این بین نکاح او بریده می شود یا اینکه این زن مثال گویم که پیر شوهرش به حساب خورد و دیگر شوهر دست این زن قپیده نتواند. نه، دیگر اینا اساس ندارند. برعکس باش ثوابش در همین است و تعلیم کردن میگیرد. این ثواب گویم زن ثواب میگیرد، شوهر هم ثواب میگیرد و در زندگی اینها هیچ نقصی پیدا نمی شود. بگذار وای پیری وای هم باشد لیکن زن این مرد به حساب می رود. اگر تمام علم اسلام هم به شوهر تعلیم هم که کند تا حال حق شوهر ادا کردگی نیست. تا حال شوهر همون شوهری است که الله الرجال قوامون علی النساء خواند. مرد اگر چنده که از زن تمام علمم که اگر آموخته باشد این مرد خداوند رئیس خانه خواندگی هست. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه هم به زبان کریلیکی نویسه هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بی خدا گفتن این اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق بالای زنها حق پدر و مادرش نه بلکه حق شوهرش نیست. برای همین درست از زندگی تان دوام دادن گیرین، هیچ باکی ندارد. اگر کدام دختری را که شما با ساتر کنین با حیا کنین و خودتان نکاح کده گیرین خوش به حالتان درست است، صحیح است، هیچ زلالی ندارد. مکتوب ها را خیلی مختصر نویسید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، من یک چند سوال دارم و میخواهم که فوراً بر من جواب گویید. من از سال 1993 این جانب نماز میخوانم ولی سوره های دراز را نمیدانم. حضرت الحمد، قل هو الله، تبت، انا اعطینا، لیلاف، قل اعوذ را میدانم و خلاص. برادرای عزیز، پیش از آن که تمام این خوانم، این سوره ها الحمد نام ندارم. این سوره سوره فاتحه هست، سوره اخلاص است، سوره مسد است، سوره کوثر است، سوره قریش است، سوره فلق است، سوره ناس است. شما نامهای سوره را ازیاد کنید. آخه همه گپ یاد گرفتین. یکدیگرتون را تهمت کرده میتونین، یکدیگرتون را غیبت کرده میتونین، یکدیگرتون را دشنام داده میتونین، خبرهای دروغ از تمام مکان گرفته میتونین. پس همین چی است که مثال سوره الحمد نه بلکه سوره فاتحه، سوره قل هو الله نه بلکه سوره اخلاص، سوره تبت نه بلکه سوره مسد، سوره قل اعوذ نه بلکه سوره فلق یا سوره ناس، سوره لیلاف نه بلکه سوره قریش. اینا هر کدامش نام داره. باید شما این نام ها را دانید. خلاص، چون که میخوانم در یادم نمی ایستد آیا با این سوره های نام برده شده نماز خوانم روا هست یا نه. بلکه البته روا هست. اینقدر سوره ای که شما نام گرفتین با طریق اولا نماز خواندن درست است. دویم، شما گویید که با کدام مبلغ حج رفتن رواست؟ با همان مبلغی که از راه حلال به دست شما آمده است. همان پولی که اگر از طریق حلال به دست شما آمده رسیده است، با همان مبلغ اگر شما حج کنید، اون حج در نزد خدا قبول است. و الا حدیث صحیح پیغمبر وجود دارد، هر حجی که اگر شما از پول حرام ادا میکنین، شما ثواب حج یافتگی نیستین، فقط حج از گردن شما ساقط شد، لیکن از ثوابش چیزی برای شما رسیدگی نیست. سوم، برای پدر به سر گور فرزند بعد دیدن روزای اول خاک سلام رفتن ممکن است یا نه؟ البته به البته. امروز پدرها فرزنداشون از دنیا میگذرد، زنهاشون یا مادرهاشون میگن که به سر قبر فرزندت نرو، حالا که پدر خودش حق دارد که همان فرزند در گور خودش گذارد، باید با دستهای خودش برده در همون لحد جاش کند. تو از پی فرزندت نرو. برای چی نرو؟ برای که مرده در خانه زیاد می شود. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. الله میگوید وقتی اجل شما که آمد، کسی اجل 1 ساعت پیش و 1 ساعت پس کرده نمیتواند. این اجل وقتی است، ساعتی است که پروردگار برای ما مهلتش کرده است، الکی معینش کرده است. دیگر ما نزد فرزندمان رویم نرویم، در نصیب فرزند ما و شما کدام ساعتی که باشد خداوند جان وی میگیرد. جوانای عزیز، اگر از شما فرزند گذشت، با دست خودتان برداشته قبرستان برید، در قبر خودتان جای کنید. خاک سلام است، چیزی نباشد، شما گورستان روین، در حق مرده ها دعا کنین و از این جمعیت گورستان عبرت گیرین. چرا اینقدر در مسجد، مدرسه امر معروف و گفته های نیک گفته می شود؟ در بین آدمان مهر و محبت، خصلت نیک، خب رفت و آی، خبرگیری بیمار، برادری، پدر و فرزندی، همسایگی نیست. چرا این طور؟ پیشتر این خیل نبود که عیب در چیست؟ اینقدر امر معروف، اینقدر پند و نصیحت، درهای مدرسه همه کشاده،
مسجدها همه کشاده، عالمها همه در موعظه، چرا مهر و محبت پیدا نمی شود؟ چرا برادری نیست؟ چرا فرزندها پدرها را احترام نمی کنند؟ چرا پدرها نسبت فرزندها رحم و شفقت ندارند؟ چرا این گونه هست؟ این برادر از ما سوال کردن. اولا من اینا گفتنی هستم که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خطاب بر تمام همون واعظها دارد، عالمها و پیشواها دارد. چرا خود میگویید لیکن خود عمل نمیکنید؟ زمانی که شما میدانید و نمیکنید، در نزد پروردگارتان عذاب و غضب خیلی زیاد منتظر شما هست. امروز در اصل بعضی همون پیشواهایی داریم که موعظه میکنن، مردم هم میفهمانن، لیکن خودشان عمل نمیکنن. گفتی همون حضرت مولوی واعظان جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. تا زمانی که اگر واعظ خودش، پیشوا و ایشان و شیخ ملا خودش اگر در گفته‌های پروردگار عمل کننده نباشند، سخن اونها در مردم هیچ تأثیر نمیکند، در مردم هیچ تأثیر پیدا نمیکند. تا زمانی که اگر خود پیشواها اصلاح نشود، تا خود پیشواها آن چیزی را که به مردم میرسانند خودشان اگر عمل نکنند. دوم این که برادرای عزیز، امروز دعوت گویم چگونه این برادر گفته است، مدرسه ها و دیگرهایی که کشاده هستند فقط موعظه و فقط مردم به مهر و محبت و فرزندها را برای احترام پدر خواندن، فقط بر ذمه عالم ها نیست، بلکه بر ذمه همه شما هست. اگر شما همگی در پهلوی عالم ها ایستاده مثل اینها اگر دعوت کنین، انشاءالله در بین ما و شما بهبودی پیدا می شود. لیکن افسوس که امروز بعض ما و شما دستگیری میکنیم، اکثریت ما دستگیری نمیکنیم. میبینیم در خاندان حتی که ما و شما همون زن و فرزند خودمان تربیه نمیکنیم. از کجا با یک نفر، با 10 نفر، با 100 نفر این جامعه کلان اصلاح کرده نمیشود. امروز فقط اتفاقی همه شما باید آن چیزی را که شما اینجا میشنوین، اینا باید نکته به نکته، کلمه به کلمه باید در خاندانتان برده رسانید. باید شما سختگیری در خاندان داشته باشید. این حالت انشاءالله بهبودی می شود. شما میگویید که من را وصف نکنید. انسانها را یکی به خاطر وظیفه و منصبشان، دیگری به خاطر داراییشان، شما با این دو خصلت خاص نیستید. وصف شما درجه سیوم، یعنی شما را عامه مردم از روی گفتارهای نیکتان، خلق و اطوار خوب و حمیده اتان، شخصی نیک آن است که عامه خلق، یعنی خلق عادی او را وصف کند. گفته های شما چون چنگ جرنگاستی است، چون آینه جلارنگ، چون آب شفای و چون کاغذ نفیس می باشد. در آخر گویید که می گویند مسجد خانه خدا و پادشاه سایه خدا می باشد. آیا این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ این یک گروه از منصب‌های اسلامی، گوییم قبیله قاضی و مفتی و مدرس ملا، آخوند، متولی و غیره، با احترام مخلصان شما از دوشنبه، یک گروه همتا آدم‌های گوییم منصبداری در اسلام بودند. در آخر از ما پرسیده است که مسجد خانه خدای و پادشاه سایه
خدا در روی زمین است، این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ البته حقیقت دارد. مسجد این جای سجدگاه است، مسجد خانه خدا هست. اینا با احترام انا همین سجده که ما و شما میکنیم به این خاطر اینا خانه خدا میگویند که خانه خدا باید که سجده داشته باشد، باید موعظه داشته باشد، باید ذکر داشته باشد. از خاطر اینها این مکان خانه خدا میگویند. یعنی البته این صحیح است که مسجد خانه خداست. این بیوت فی الارض المساجد. بدرستی این که خانه های در روی زمین، یعنی این مسجد هایی که در روی زمین هستند اینا چی هستند؟ خانه خدا هستند. و پادشاه سایه خداست در روی زمین. در اصل پادشاه را در حدیث های صحیح هم میگذارد که السلطان ظل الله فی الارض. پادشاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند، رسول اکرام گفت اکرام کرده است الله را. و کسی که اهانتش میکند، کسی بدش میبیند، دشنامش میدهد، همچنان است که الله را اهانت کرده است. از این خاطر ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم، ما و شما تحقیر کنیم، دشنام دهیم. این در هیچ کدام ما و شما حقوق نداریم. باید الحال انا همین پادشاهی که ما و شما داریم، شخصا من انا همین پادشاهی که الحال داریم همچون حاجی، همچون حمایتگر دین اسلام میشناسمش. و همه شما معلوم است 2 بار حج کردگی هستند. از منبرهای باور کنین اسلام طرفداری کردگی است که هر یک شخصیت اونجا غیرت نمی کند که از اسلام دفاع کند، که اسلام شما با تروریسم و اسلام شما بگیم با دین جنگخواه هیچگاه گفته از شما چکار نکنین، شما نخوانید. بلکه این دینی هست که دینی صلح‌خواه است، دینی هست که فقط عبارت از پند و نصیحت است. برای همین هر یک فرد تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که از پادشاه خودمان دفاع کنیم، باید که پشتیبانی کنیم، باید در هر یک نمازمان باور کنیم ما دعا کننده باشیم که خداوند باز همین عدل انصافی که دارد باز عدل انصافش زیاده گرداند. امروز همون عدل انصافش یک تماشا کنین، همین شهر خودمان دیگر بیرون شه. من برای شما مثال نمیارم. یک مسجد در پهلو ساختیم، چندین بار صندوق گردانی و چندین بار سفرها و برای مثال یک عمارتی که ما کردیم چندین نفرها در پهلومان ایستادگی با یک زحمت و با یک مشقت انجامش دادیم. اینقدر عمارتها، اینقدر بهبودیها چگونه جایگوی مدح و ستایشش نیست. خداوند عمرش دراز کند، خداوند از همه آفتها و بلاها نگهش دارد و خداوند باز توفیقش زیاده بگرداند و از همه گزندها خداوند در حفظ امانش نگهش دارد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز. التماس همین روز با سوال من مصلحت آمیزی من جواب دهید، برای آنکه من مبلغ نمییابم که هر جمعه با اینجا آیم. یک آدمی دست بخیر به من 2 سامانی داد، من آمدم. من خودم بیمارم، من عائله دار صاحب 6 فرزندم. زنم با سبب مبلغ کم یافتنم از من نفرت کرده 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، ما را پرتافته نرو. چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیزی ما
گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بد در سرای مردی نکو، اندرین عالم است دوزخی او. زنهار بد قرین بد زنهار، و قین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر شوهر نمی رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر به جا نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود، گفته است در این عالم الکی تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته است خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار به منزله یک پری پشک قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زن از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمان گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این زنی بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش هم به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن از صدا میکنند، یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد، یا اینکه زنی که نماز دارد، یا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش ما دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثواب هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد، خب لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او، فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است، اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی. 3 طایفه، من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم وی بد میبینند. از چی خاطر؟ از خاطر که با مردم حقیقت بیان نمیکند. با چی خاطر بد میبینند؟ به خاطر که اسلام و ملاگی را فقط برای پول جمع کردن استفاده برده ایستاده است. فقط گویند بسیار بابای شانه، بابای فلانی، بابای فلانی گفته، با این خاطر فقط نان و آب مردم چکار میکند؟ استفاده میبرد، تنپروری میکند. مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان و آب ما میخورد، لیکن از خدا و پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیل طایفه زیادند. یکم انا همین خیل ملاها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها عنها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد،
در یک جایگاه خوابند، لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که با آمدن شوهر از جای خود نمیخیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درشت پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوید. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری تو هم در پیشت میارن. وقتی میپرسن این قواق و این سخنهای درشت و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کند. حبیب خدا میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین. بین در دنیا یک زن مثل این زنی که شوهر فقیر می شود، نادار می شود، قهر می کند می رود، یا قهرم که نکند با شوهرش معامله خوب نمی کند. وقتی که با شوهر سخنهای درشت می گوید، شوهر آزار که می داده است، الا قالت زوجته من الحور العین. زنهایی که در جنت برای مردها خدا آماده کرده است، اونها این منظره را وقتی میبینند که زن بسیار شوهر آزار داده ایستاده است، زن دنیایی، چی میگفتند؟ قاتلک الله، خدا تو را ای زن دنیایی قتل کند، خدا تو را ای زن دنیایی هلاک کند، خدا تو را ای زن دنیایی تمام حسنات بیکاره کند. خدایا این زن دنیایی را در غضب خودت گرفتار کن. قاتلک الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. همون حورهای جنتی چی میگفتند؟ همون حورهای جنتی میگفتند ای زن دنیایی، افسوس که این صدای من به گوش تو نمیرسد، و ایلا من برای تو اعلان میکنم، خبر میدهم که این مرد که امروز تو او را آزار داده ایستاده ای، این مرد که امروز این بیچاره را تو گویم دیوس کرده ای، این مرد که امروز غیرت همش تو از دستش گرفته ای، این در نزد تو دخیل است. دخیل گفته چرا میگن؟ این در نزد تو موقت است، این در دست تو مهمان است. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این نزد من می آید، تو را ترک می سازد، زود است. از این خاطر باید مادرها، خواهرها قدر شوهرها را دانند. چگونه که حورهای جنتی منتظرند، باید زنم در خانه منتظر شوهر باشد که کی به خانه می آید، دیگر دستی او را نظر نکند در دستش چی می آید، در دستش خالی می آید یا در دستش کم می آرد، این در شما نظر نکنید، فقط پیشوازش گیرید، فقط در حقش دعا کنید. این حالت در شما بهترین زن می شوید. این حالت در شما گوییم که درجات بلندی را در جنت مشرف می شوید. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن از زنی بد خدایا پناه. زنی خوب میگوید حضرت دلارام باشد، زنی خوب بسیار دل آرام میکند، بسیار عصب آرام میکند، بسیار وقتی مرد خوش میکند. زنی که اگر دلارام باشد، زنی گوییم که مسلمان باشد، زنی که خدا ترس باشد، زنی که همه کمبودی های خانه را از حساب الله بیند. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن از زنی بد گفته است پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. حضرت گفتن تهی پای رفتن به از کفش تنگ،
همین پاپوشی که تنگ باشد، همین پای افضالی که پای انسان هم میزند، گفته است از این گونه پای افضال پوشیدن نپوشیدنش بهتر. گفته است اگر همین خلزن ناسپاس، همین خلزن نادرست، همین خلزنی که به قدر فرزنده و شوهر نرسد، از این خلزن در نابودنش بهتر است، نداشتنش بهتر است. بلای سفر به که در خانه جنگ. همین سفر از بلا خالی نیست. همین گفته است دائم سفرکی باشی و مادامی که اگر در خانه دائم جنگ باشد، اگر خانه دائم نارام باشد، دائم خانه ناسالم باشد، دائم خانه در گویم گفت و شنیدهای ناخوب باشد، از این گفته است برای این خیل مردی که این خیل زن داشته باشد، همین دائم در سفر باشد، این بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گره. حضرت سعدی را خدا رحمت کند. زندان قاضی را میدانیم، رنگی زندانایی که امروز تلویزیون داره و گویم که کراوات داره و خوراک جا داره و حاجت خانه داره و همه شرایط داده است، این خیلی زندان نیست. زندان قاضی همون یک راست میکنن زمینه، از همون بالا 10 متر از 15 متر از میپرتویند، در همونجا از بالای سر کشاده است، کدام وقتی خواهن آبد میتاند. گفته یک جای خیلی با مشقت، جای وزنین، در یک جایی که پات دراز کرده خواب کرده نمیتانی. حضرت گفته است همین خیل جای بهتر است. گفته است زمانی که اگر خانه روی و زن تا اگر نگاه کنی که در ابروش گره باشد، اگر قواق در زن باشد، پیشوازی تو با گره ابرو باشد، از این خیل زن نگاه کردن و از این خیل خانه در آمدن همون زندان قاضی بهتر است. هلاک الرجل، حبیبی خدا را سخنهاش هر کدامش باور کن. اگر شرح دهیم چندین کتاب ها را گوییم که از جمله ما و شما فرمی سازیم. هلاک الرجل یأتی علی الناس زمانون، یا که یأتی علی امتی زمانون. حبیبی خدا گو که بر بالای همین امت من یک زمان می آید. چی زمان است؟ هلاک الرجل علی ید امرأته و ولده یعیران بالفقر فیرکب مراکب السوء فیهلک. زمان می آید که مردهای امت مرا هلاکشان، وفاتشان در دست زنهاشان و در دست فرزندهاشان می شود. زنهاشان و فرزندهاشان هلاکشان می کنند. یعیران بالفقر. حبیب خدا گفت که چگونه هلاکشان در دست زنها و فرزندهاشان می شود. این است گفت که شوهرهاشان با کمبغلی طعنه می زنند، می گویند که نظر نمی کنی که فلانی را خانه شبین، چخیل خانه زیبا دارد، تو مردک نیستی؟ یا ببین چی خوراک های با لذت در خانه همسایه هست، تو مردک نیستی؟ یا ببین چگونه لباس های برای بچه هاشان میخرند، تو مردک نیستی؟ این گونه طعنه میسازن به مردها. مردی که بیچاره خداوند در تقدیر او فقر کشیده است، کمبغلی را کشیده است، با این طعنه تو، با این وسواس تو وای بای نمی شود. گفتی حضرت سعدی آن کس که توانگرت نمیگرداند، او مصلحتی تو از تو بهتر داند. او ذاتی که این توانگر نمیگرداند، او هزارها بار از تو مصلحتش بهتر میداند. آخه این خداوند دولت و کمبغلی همه در دست همون ذات است. وقتی میگوید این مرد که طعنه میکند فیرکب مراکب السوء، این مرد دیگر چی می شود؟ از دست این گونه زنی بدبخت، از دست این گونه زنی ناسپاس، از دست این گونه زنی از خدا دور مجبور می شود که بعد در مرکب گناه سوار می شود. بعد برای این گونه خانه را ساختن، برای این گونه لباس ها را خریدن،
برای این گونه معرکه هایی که گویم 2 روز و 3 روز میگذرانند این گناه ها را برپا کردن، این مرد مجبور می شود که دستی به گناه زند. بعد نگاه میکند کنه همینا از کجا یافتند. خیلی میبیند بعضیاش از فروختن گیرین صاحب اینقدر خانه و در شدند، بعضیاش گویم خیانتی در دولت میکنن، از مال دولت هم میدزدند، بعضیاش گویم که باز یگان راهی دیگر فریب و یا راهی مردم کشی و راهی دزدی دارند. لیکن بسیاری این تحقیر نیست در حق اونها. بسیاری اونها هست که از راههای حلال، مثال صاحب خانه شدن، صاحب فرزند شدن، صاحب ماشین شدن. ما با اونها کاری ندارم، لیکن اکثریت هست امروز. بعدا اینم چند میزند، در همین راه میرود. فیرکب مراکب سوء فیهلک. حبیب خدا گفت بعدا چیکار میکند؟ در این راه که رفت وای هلاک شده به حساب میخورد. بعد یکی میبینیم خبرش میآید که مثال میدانه که شوهر تا در دوشنبه دستگیر کردند، میدانی شوهر تا در روسیه دستگیر کردند، میدانی که راه در رفت که باش چند دوستای دیگر طلا و تاراج کردن، شوهر تا قتل کرد. یعنی در راه نادرست این شوهر از حساب طعنه زن رفت هلاک شد. باید که با قدر زنها گویم چی مردها رسند و چی زنها هم باید که مردها را احترام کنند. نه بس وای دولتدار است، وای کمبغل است، وای مالدار ندارد، یعنی این اعتبار نکنند. اینجا یک سوال دیگر تعجیلی آمده است. السلام علیکم محترم حاجی مرزا، سوال تعجیلی از نایه فرخار. محترم، در نزد زنی که حج کرده است، قرآن می آموخت، روز سطر کرده به خانه اش رفت و آن زن به دخترم گفته است به من سطر معقول نیست، دیگر سطر کرده نیا، یگان روی مالچه را ببند که موی سرت نتابد بس است. و من گفتم به او سطر معقول نباشد، او زیر آیت سوره نور رفتار کرده است و یک چند روز می شود که به قرآن خوانی نمی رود. خلاص آیا دخترم را به دیگر جا ببرم یا در نزد همان زن به سطر خواندن را دوام دهد؟ التماس جوابش را همین جمعه گوید که حیران مانده ام. با احترام برادر اسلامی شما. یعنی این زن حج رفته است، زن قرآن خوان است، لیکن سطر را دوست نمی دارد. تعجب است، باور کنید، تعجب است. من چی گفتنی هستم؟ میگوید هیچ سیقل، سعدی را خدا رحمت کند، هیچ سیقل نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گربرش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. این سخن حضرت سعدی است. خواهر عزیز، مادر عزیز، برادر عزیز، ما و شما وقتی که عنوان حاجگی گرفتیم، حج کردیم، موضع های مبارک تماشا کردیم، پس وقتی ما می آییم و یک خواهر ما سطر اسلامی میکند، میگویم امین من ده معقول نیست، چی گناه عظیمی، چی گویم یک جنایت وزنی در نزد قرآن ما و شما کردگی هستیم. برادرای عزیز، این الله در قرآن میگوید، چی در سوره احزاب، چی در سوره نور. حضرت عایشه صدیقه که گویم یک تار مویش از 1000 این گونه زنهای حاجی بالاتر بود، مادر ما و شما، وقتی یک طایفه زنها پیشش آمدن برای زیارت آمدن، مادر من عایشه را، عایشه که رسول اکرم در جنگ بود، پیغمبر خدا پرسیدن ای حبیب خدا، محبوب ترین مردم به سوی تو کیست؟ کی را دوست می‌داری؟ حضرت گفتن عایشه را دوست می‌دارم. گفتن ای حبیب خدا، مراد ما از مردهاست، از زنها نیست.
گفتن ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم، ابوبکر را دوست می‌دارم. زنی را که عایشه را که رسول اکرم دوست می‌داشت، همین عایشه را زنها زیارت آمدن. این لباس هایی که امروز زنها میپوشن این لباس نبود. این لباس تورهایی که اگر همین مایکه زن نباشد کلی بدنش میتابد. این لباسی که گویم آستین های بریده و این لباس هایی که یوبکه هایی که امروز برهاشون دراندگی تار پایها میتابد، این گونه نبود. نعوذ بالله به سوی پروردگار از این لباس هایی که امروز دخترای ما را بدبخت کرده است. دخترای ما را باور کنین اولین ضربه که در زندگی دختر ما و شما میزند انا همین لباس های نادرستی که میپوشانیمشان. شرم نمیکنیم با همین لباس هایی که تمام وجودش میتابد پیش عزیزان خدا زیارت میبریم، دوستان خدا را باز همونجا نازار میکنیم. با این لباس نه، بلکه لباسی بود که شاید کمی بدنهاشان گویم که تنگتر بود میگد، کمی بدنهاشان گویم که یعنی چیزی تنگچیر از بدن میتابد، اما بدن بیرون دا پیشکش میکرد. عایشه دیدن در حال میگه دیگرگون شدن، در حال غضبناک شدن. چی گفتن؟ گفتن که این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثياب المؤمنات. اگر گفتن خواهرای عزیز، مادرای عزیز، شما دعوا کنین که شما مسلمان هستین، این لباسی که شما در بر کردین این لباسی مسلمان نیست. این عایشه صدیقه گفتن. از این خاطر این مادر ما البته به البته خواهر باشد، اپه باشد، مادر باشد، واسه پروردگار توبه کنه که بر من معقول نیست. برای تو چی معقول است؟ برای تو سر و لیج معقول است، برای تو گردن لوج معقول است، برای تو تمام وجودش تا و دورای تامین معقول است. پس سطر معقول که نباشد اینش معقول است برای تو. باید برای همه ما معقول باشد. سخن خداست، چگونه ما اعتراف نکنیم، چگونه پشتیبانی نکنیم. و ما یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. الله میگوید ای بنده های من، چی زنی چی مرد، اطاعت ذات مرا بکن،